سلام به کانال نجوای تاریخ خوش اومدین. امشب میخوایم با هم قدم بذاریم به عصر بخار، آهن و تغییرات شگفت‌انگیز. روزگاری که زندگی انسان با سرعتی نفسگیر از نو ساخته شد. انقلاب صنعتی فقط قضیه ماشین‌ها یا کارخانه‌ها نبود، بلکه دقیقاً دست گذاشت روی شیوه غذا خوردن، کار کردن، سفر، ارتباطات و حتی اینکه آدم‌ها چطور آرزوها و آیندهشون رو تصویر میکشن. توی چشم هم زدن به اندازه چند نسل دنیا از نور شمع رسید به چراغ‌های گازسوز، از جاده‌های خاکی رسید به ریل‌های آهن و از وسایل دستساز رسید به کالاهایی که هزار تا سریدوزی تولید می‌شدن. شهرهای بزرگ درست همون جایی قارچگونه سر برمی آوردن که تا دیروزش دشت‌های سرسبز و خلوت بود و زندگی‌های معمولی گره خورد به جریان‌های خیلی بزرگتر از اون چیزی که یه آدم میتونست با چشم ببینه. این دوران پر از جاه طلبی و شگفتیه، اما در این حال با رنج، خطر و تولدی دوباره عجین شده. این داستان برخورد خلاقیت بشر با پیامدهای خودشه، داستان قدرت نوظهوری که هم پیشرفت و رقم زد و هم علامت سوالهای عمیقی و کاش توی ذهن ما. پژواک اون روزگار هنوز که هنوزه داره به زندگی امروز ما شکل میده، از ساعتهای کاری روزمرمون گرفته تا فناوری‌ها و سرعت خود زندگی مدرن. اگر از این سفرهای آرامش بخش لذت میبرین، خوشحال میشم که با لایک کردن، سابسکرایب یا نوشتن نظراتتون زیر این ویدیو با ما همراه باشین. این کار کمک میکنه تا روحهای خواب آلود دیگه همراهشون رو به اینجا پیدا کنن، یکی پس از دیگری. اما همین حالا هیچ کاری نیست که لازم باشه انجام بدین جز این که سر جاتون آروم بگیرین، بذارین که شونه هاتون سبک بشه و به نفساتون اجازه بدین تا آروم و شمرده بشن. بذارین هیاهوی روز محو بشه و ذهنتون رها بشه، همونطور که توی نقطه عطف شگفت‌انگیز از تاریخ بشر قدم میزنیم. بذارین از اول شروع کنیم. انقلاب صنعتی زندگی روزمره را سریعتر از هر دوره دیگه توی تاریخ بشر دگرگون کرد. توی یک بازه زمانی کوتاه که توی چرخه عمری یک آدم می‌گنجید، روالهایی که تا ابدی به نظر می‌رسیدن کم کم دود شدن و هوا رفتن. کار و کسب روزی از خونه ها و کارگاه های کوچک منتقل شد به ساختمون هایی که مولای درز طراحیشون نمیرفت تا فقط سرعت و بازدهی بدن. کالاهایی که ساختشون روزها کار دسته ی استاد کار ماهر رو میطلبید. توی چند ساعت و بعدش توی چند دقیقه همشون خلق میشدن. آدم‌ها شروع کردن به سنجیدن پیشرفت با چرتکه و تولید ضرب‌الاجل‌ها، نه با فصل‌های برداشت محصول یا نور روز. شغل‌های جدیدی به وجود اومدن، از اپراتورهای ماشین آلات گرفته تا پشت میز نشین‌ها و کارمندهای دفتری و مهارت‌های قدیمی جایگاه خودشون رو توی بازار از دست دادن. خانواده‌ها شروع کردن به خریدن بیشتر چیزایی که روزگاری خودشون آستین بالا می‌زدن و می‌ساختن. حتی مفهوم مسافت هم عوض شد، چون حمل و نقل سریعتر و ارتباطات پرشتاب‌تر مکانهای دوردست و کشوند به دل تصمیم‌گیری‌های روزمره. این جریان میتونست توی یک لحظه هم هیجان انگیز باشه، هم دلهره‌آور. جهان مدرن چرا خاموش و مؤدبانه از راه نرسید، بلکه مثل دری که با لگد باز بشه کوبیده شد و دیگه هیچ کس نمیتونست وانمود کنه که دنیا همون دنیای سابقه. ساعت‌های کارخونه‌ها جایگزین ریتم‌های فصلی شدن و شیوه زندگی مردم رو عوض کردن. قبل از این انضباط آهنینی که کارخونه‌ها آوردن، خیلی از کارگرها کارمزدی و پروژه‌ای زندگی میکردن. یعنی کاری که لازم بود و انجام میدادی و بعد میرفتی سراغ کار بعدی. توی کارگاه‌ها و آسیب‌های جدید، روز مثل قطعات گوشت برش میخورد و با ساعت‌ها مثل یک دارایی ملموس و گرانبها رفتار میشد. زنگ‌ها به صدا در میومدن تا آدم‌ها رو مثل سرباز بکشن داخل درها. یک دقیقه تأخیر در ورود میتونست به قیمت کسر از حقوق یا غزل خدافزی و از دست رفتن کل کار تموم بشه. زمانهای استراحت به جای اینکه خودجوش باشن، جیره بندی و زمان بندی شدن و ادای غذایی با تیک تاک ساعت خورده می شدن، نه با ندای گرسنگی. این ریتم جدید مثل موریانه به درون زندگی خانوادگی نفوذ کرد، چون پدر و مادرها و بچه ها می تونستن به شیفت های کاری متفاوت کشیده بشن. این تغییر زندگی اجتماعی رو هم دگرگون کرد، چرا که ملاقات با یک دوست حالا نیازمند دو تا چهار تا کردن و هماهنگ کردن تقویم ها بود، نه صرفاً پیدا کردن یک لحظه فراغت. این دوران مفهوم خستگی رو هم از نو تعریف کرد. وقتی ماشین مثل بنز به حرکت خودش ادامه میداد، کارگر مجبور بود پا به پای اون سگدو بزنه. به مرور زمان مردم یاد گرفتن که اول برای هفته،
بعد برای روز و بعد در نهایت برای دقیقه برنامه‌ریزی کنن. اون چرخش ذهنی هنوز توی تقویم ها و مهلت های کاری ما زنده است. تعطیلات آخر هفته هم به آرومی پدیدار شد که حاصل فشارها و سنت های پدید آمده بود. یک استراحت 2 روزه شسته رفته مثل هلو برو تو گلو به کارگرها کادو داده نشد، بلکه برای قرون و قران اون مذاکره شد، حق خواهی شد و کم کم جا افتاده شد یک امرادی. کارهای صنعتی اولی اغلب 6 روز تمام و کامل می‌بلید و فقط یک شنبه ها برای عبادت و از خستگی غش کردن و بازیابی توان جسمی باقی می‌موند. با گذشت زمان کارگرها برای داشتن یک وجب فضای تنفس بیشتر پافشاری کردند، گاهی از طریق چانه زنی های رسمی و گاهی از طریق عادت های غیر رسمی که دیگه کارفرما نمیتونست ازشون عقب نشینی کنه. کارفرما تا زمانی که از آفت تولید میترسیدن دندون گرد میکردن و مقاومت میکردن. با این حال بعضی از اونا بعدها خودشون از کاهش ساعت کاری حمایت کردن، چون دیدن خستگی مفرط فقط مایه بروز اشتباهات و حوادث ناگواره. خود مفهوم اوقات فراغت هم رو به تغییر گذاشت. تفریح‌ها، ورزش‌ها و سرگرمی‌ها برای شکوفا شدن به زمانهای آزاد قابل پیش بینی نیاز داشتن و کسب و کارها برای نون خوردن از این نیاز رشد کردن. ایده یک دوره استراحت مشترک با خودش یک قدرت اجتماعی بزرگ آورد. این ایده به خانواده اجازه داد تا دور هم جمع بشن، به جامعه ها امکان داد تا باشگاه ها رو شکل بدن و به گروه های سیاسی فرصت داد تا بدون اینکه دستمزد اون روزشون بپره جلساتی بگذارن. آخر هفته به نشونه خاموش از کرامت انسانی تبدیل شد، جلوه‌ای از این باور که زندگی کارگر نباید به طور کامل توسط چرخدنده های تولید بلیده بشه. این انتظار هنوزم داره به زمانه مدرن ما شکل میده. ماشین های ابزارساز، ماشین های دیگه رو ساختن و اینطوری یک انقلاب شتاب دهنده به وجود اومد. یه لحظه خاص توی تاریخ صنعتی وجود داره، یعنی زمانی که ابزارها شروع میکنن به زاد و ولد و باز تولید خودشون. ماشین های ابزارساز مثل تراشا و صف تراشا میتونستن فلز و با دقتی مینیاتوری شکل بدن که دست های انسان توی مقیاس بزرگ عملا لنگ میزد و بهش نمیرسید. وقتی این تکامل در دسترس قرار گرفت، قطعات میتونستن به طور موثری چفت قطعات دیگه بشن و همین ویژگی ساخت ماشین های بعدی مثل آب خوردن راحت کرد. کارگاه ها تبدیل به جاهایی شدن که توشون دقت یک روال عادی بود، نه فقط یک اتفاق شانسکی. این جریان یک چرخه بازخورد بی‌نظیر ساخت. ابزارهای بهتر، موتورهای بهتری تولید می‌کردن که اونها هم کارخونه‌های بهتری رو به کار می‌انداختن و اون کارخونه‌ها هم ابزارهای بازخفن‌تری رو طلب می‌کردن. این وضعیت آدم‌های میدان رو عوض کرد. تراشکارهای ماهر حکم طلا رو پیدا کردن، چون 1 میلیمتر اشتباه میتونست یک سری کامل از قطعات رو راهی سطل آشکار کنه. استاندارد اهمیت پیدا کردن، چون موشکافی و دقت فقط زمانی نون آب میشه که همه موافق باشن که معنی درست چیه. جذابترین بخشش اینه که صنعت چطور یاد گرفت پیچیدگی و ضبط چند کنه. وقتی ابزارهای شما میتونن که نسل بعدی ابزارها رو بسازن، پیشرفتگی یک سری دستاوردهای جرقه‌ای و جدا از هم نیست، بلکه تبدیل میشه به یک گلوله برفی و شتاب مهار ناپذیر که همه چیز رو با خودش میبره. جهان جدید برای خودش فیلسوفای تازه‌ای هم آورد. آدمایی که سعی کردن سر در بیارن همه تغییرات شتاب زده، آخرش ما رو به کدوم و کجا باد میرسونه. آدم اسمیت به بازار آزاد نگاه میکرد و توش یه جور نظم مینیاتوری و پنهان میدید. انگار یه دست نامحری دارن همه چیز رو جوری کنار هم میچینه که جامعه در نهایت جلو بره. اون معتقد بود که اگر به هر کسی اجازه بدیم دنبال منافع و سود خودش باشه، چرخ اقتصاد کل جامعه هم بهتر میچرخه. اما بقیه این جریان رو جور دیگه میدیدن. برای کارل مارکس این کارخونه‌های جدید بیشتر شبیه به میدون جنگ طبقاتی بود، جایی که یه عده با سرمایه‌شون روز به روز گردن کلفتر و پولدارتر میشدن و کارگرها چیزی جز نیروی بازوشون برای فروش نداشتن. اون میگفت این سیستم آدم‌ها رو از مسئول کار خودشون و تأثیرات انسانیشون بیگانه میکنه. بحثا بالا گرفت و مکتب‌های فکری مختلفی قطب‌بندی شدن، از اونایی که سوسیالیسم تنها راه نجات میدونستن تا اونهایی که میگفتن دولت باید کاملا پاشو از کفش اقتصاد بکشه بیرون. این ایده ها فقط توی کتاب ها خاک نخوردن، اونها شدن بیانیه های سیاسی، سنگبنای حزب های بزرگ و انگیزه شورش هایی که ساختار قدرت رو توی دنیا جا به جا کرد. تفکر انسان درباره خودش، عدالت و اینکه جامعه منصف چه شکلیه توی همین سال دود آهن از نو متولد شد. این وسط بریتانیا شد سوگلی و مهد این تحولات رو بهش میگفتن کارگاه جهان.
این جزیره کوچیک یک و تبدیل شد به قلب تپنده اقتصاد دنیا. همه چیز دست به دست هم داده بود، از ذخایر غنی از اوقات سنگ و آهن گرفته تا یک سیستم بانکی گردن کلوف که حاضر بود روی ایده‌های ریسکی دو دستی سرمایه گذاری کنه. بریتانیا مستعمره‌های زیادی هم داشت. این یعنی مواد اولیه مفت از سراسر دنیا سرازیر میشد به کارخونه‌هاش و از اون طرف کالاهای ساخته شدهش یک بازار جهانی تشنه و آماده برای فروش داشتن. شبکه کانال‌های آب و بعدش هم ریل‌های قطار. مثل رگ‌ها یک موجود زنده کالاها رو با سرعتی بی‌سابقه جابجا می‌کردن. کشورهای دیگه با حسرت و گاهی با ترس به این غول بریتانیا نگاه می‌کردن و طولی نکشید که اونها هم سینه‌ها رو بالا زدن. این فرمول جدید قدرت بود. هر کشوری که دودکش‌های بیشتری داشت حرف اول رو توی دنیا می‌زد. اما این سکه یه روی تاریک و دلهره هم داشت. زندگی آدم‌هایی که این ثروت رو با عرق جینشون می‌ساختن. شهرهای صنعتی خیلی سرگ و قارچ‌گونه و بی‌برنامه بزرگ شدن. دور بر کارخونه‌ها پر شد از خونه‌های تاریک، نمور و کثیفی که بهش میگفتن ساقه. چند تا خانوار مجبور بودن توی یک اتاق وجب در وجب بدون آبکشی یا سیستم فاصله به درست حسابی کار کنن و زندگی کنن. بیماری‌های مثل وبا و سل مثل خوره به جون این محلا میافتاد و بیداد میکرد. دود غلیظ کارخونه‌ها آسمون رو همیشه خاکستری و تیره نگه می‌داشت. انگار خورشید هم با این شهرها قهر کرده بود. رودخونه‌ها تبدیل شده بودن به کانال‌های فاضلابی صنعتی و بوی تعفن همه جا را برداشته بود. میانگین عمر کارگرها تو این شهرها به شدت سقوط کرد. فقر دیگه فقط بی‌پولی نبود، یک وضعیت مدام از ناامنی و بی‌پناهی مطلق بود. با این حال همین شهرهای شلوغ و پر از رنج کم کم شدن گهواره یک فرهنگ جدید، جایی که آدم‌ها توی دردهای مشترکشون پشت هم را می‌گرفتن و یاد می‌گرفتن که چطور باید برای حقشون بغضاشون رو تبدیل به فریاد کنن. تو این دنیای جدید بچه‌ها هم از این چرخ‌دنده‌های بیرم در امان نموندن. کار کودکان یکی از سخت‌ترین ورقه‌های این دورانه. بچه‌های کوچیک گاهی از سنین 5 تا 6 سالگی مجبور بودن با به پای بزرگترها سگ بزنن و کار کنن. از اونها توی معدن‌های تاریک و تنگ استفاده می‌شد، چون دوستای کوچیکشون اجازه میداد که به تونل‌هایی برن که بزرگترها توش جا نمی‌شدن. توی کارخونه‌های نساجی وظیفه بچه‌ها این بودش که برن زیر ماشین‌آلات در حال حرکت و نخای گیر خوردی آشغال‌ها رو پاک کنن. کاری که بازی با دمشی بود و خیلی وقتا به قیمت نقص عضو یا حتی جونشون تموم می‌شد. ساعت‌های کاری بوق سگ بود تا آخر شب، 12 تا 14 ساعت کار در روز، اونم با دستمزدی که اصلا نمیشد اسمش حقوق گذاشت. مدرسه‌ای در کار نبود. بازی و بچگی توی هیاهوی تیک تاک های ساعت‌ها و صدای گوشخراش آهن‌ها گم شده بود. این بچه‌ها نسلی بودن که قبل از اینکه فرصت کنن بچگی کنن موهاشون سفید میشد و پیر میشدن. سالها طول کشید و اشکا و اعتراضهای زیادی روانه شد تا بالاخره خانم‌گذارها مجبور شدن چشمشون رو روی این فاجعه باز کنن و اولین قوانین حمایت از کودکان رو بنویسن. قوانینی که کم کم ساعت کارشون رو محدود کرد و راه مدرسه ها رو براشون باز کرد. در کنار اینها یک پدیده شوم دیگه هم بود که موتور این انقلاب رو روغنکاری میکرد: پیوند عمیق صنعت با بردهداری. خیلی ها فکر میکنن انقلاب صنعتی یعنی دنیای مدرن و بردهداری یعنی دنیای قدیم، اما واقعیت اینه که این دوتا کاملا زنجیر شده به هم بودن. کارخونه‌های عظیم نساجی توی منچستر و بقیه شهرهای بزرگ برای اینکه بتونن اون همه پارچه رو با قیمت پایین تولید کنن محتاج یک چیز بودن: پنبه ارزون. و این پنبه ارزون با رنج، شلاق و کار اجباری میلیون‌ها برده توی زمین‌های پهناور بخش جنوبی آمریکا تأمین میشد. رونق صنعت توی اروپا تقاضا برای پنبه رو سر به فلک رسوند و همین باعث شد سیستم بردهداری خشن‌تر، سیستماتیک‌تر و بیرمتر از قبل بشه. سود حاصل از این تجارت خونین مستقیما تزریق میشد به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی که سرمایه ساخت ریل‌ها و کشتی‌های بخار رو تامین می‌کردند. پشت هر پارچه ظریف و هر لباس شیکی که توی بازارهای لندن یا پاریس فروخته میشد سایه سنگین انسان‌هایی بودش که آزادی و جونشون رو فدای چرخ‌دنده‌های پیشرفت کرده بودن. پیوندی تاریک که نشون میده تمدن مدرن چقدر به دوش فرودستان و ستمدیدگان سنگینی میکرد. توی همین روزگار پر از دود آهن یکی از بزرگترین معجزه‌های این است روی ریل‌ها متولد شد: غول‌های آهنی که با نفس داغ در بخار حرکت میکردن. یعنی قطارهای اولیه تا قبل از اون دنیا برای آدم‌های خیلی بزرگ دست نیافتن یا گاهی ترسناک بود. سفر کردن از یک شهر به شهر دیگه روزها و شاید هفته‌ها طول میکشید. اون هم سوار بر کالسکه‌های اسبی روی جاده‌های پر از دست‌انداز و خاکی که با اولین باران تبدیل به باتلاق میشد. اما قطار بخار همه چیزو عوض کرد.
برای اولین بار انسان تونست با سرعتی بیش از دویدن یک اسب جابجا بشه. این فقط پیشرفت فنی نبود، یک تجربه کاملا حسی و جادویی برای روح بشر بود. تصور کنید که روی صندلی‌های چوبی یکی از همین واگن‌های اولیه نشستین، پنجره رو کمی پایین کشیدین و هوای خنک شب به صورتتون میخوره. صدای منظم و ریتمیک تیک تاک چرخ‌های روی ریل مثل ضربان‌های قلب یک موجود زنده بزرگ یه جولالای مدرن توی گوشتون زمزمه میکنه. بیرون پنجره چشمم تا سادگی ثابت و کسل کننده نیستن. دشت‌های وسیع، تپه‌های مه‌آلود و تک درخت‌های پیر جوری از جلوی چشمتون سر میخورن و رد میشن که انگار زمین داره زیر پای شما حرکت میکنه. قطار با خودش یک مفهوم کاملا جدید از تماشای دنیا آورده، پدیده‌ای به اسم منظره متحرک. آدم‌ها برای اولین بار میتونستن بدون اینکه خسته بشن کیلومترها زیبایی طبیعت رو توی چند ساعت تماشا کنن. دود سفید و غلیظی که از دودکش لوکوموتیو بیرون میومد مثل یه اشتهای آروم توی دل آسمون شب محو میشد و نوری از فانوس‌های جلوی قطار روی ریل تاریکی میافتاد. اونا راه رو برای آینده باز میکردن. سفر با قطار فاصله رو کم کرد و آدم‌های دور رو به هم نزدیک کرد. انگار دنیا کوچکتر، گرمتر و ملموس‌تر شده بود. این حس رهایی و حرکت مداوم کم کم جزئی از رویاهای شبانه انسان شدن. تصویری از رفتن، کشف کردن و به سلامت رسیدن به یک مقصد امن و دنج. در کنار ریل‌های قطار یک شبکه پنهون دیگه هم داشت دنیا رو به هم وصل می‌کرد که تپش قلب این تمدن رو تندتر کرد. سیمای تلگراف. اگر قطارهای بخار مثل پاهای این دنیای جدید بودن که کالاها و آدم‌ها را جابجا می‌کردن، تلگراف قطعاً سیستم عصبی اون بود. قبل از اینکه این جعبه کوچیک چوبی و سیم‌های مسی پا به میدون بذارن، پیغام رسوندن به یک شهر دیگه خودش پروژه بود. باید نامتو میسپردی به چاپار یا کالسکه و روزها چشم به راه میموندی تا ببینی اصلا نامت به مقصد رسیده یا نه. بماند که چقدر از این نامه‌ها وسط راه گم میشدن یا بارون همه چیز رو پاک میکرد. اما یهو دستگاهی اختراع شد که میتونست افکار و کلمه‌های انسان رو با سرعت نور از روی سیم‌ها رد کنه. صدای تیک تیک منظم و ریتمیک کلید تلگراف مثل یه زبان مخفی و جادویی بود. اپراتورها با انگشتشون روی کلیدها ضرب می‌زدن. نقطه‌ها و خط‌ها کدهایی که فرسنگ اون طرفتر توی یک ایستگاه مه‌آلود دیگه تبدیل به کلمه‌های معنادار می‌شدن. برای اولین بار در تاریخ بشر اطلاعات تونست سریع از کالبد خود انسان سفر کنه. خبر تولد یک کودک، یک توافق تجاری مهم یا حتی یک احوالپرسی ساده یا عاشقانه توی چند دقیقه از یه سرکشور میرسید به اون سرکشور. این اختراع یک جور حس حضور همزمان در همه جا رو به آدم‌ها داد. انگار دیوارهای بلند تنهایی و بیخبری که سالها دور شهرها و روستاها کشیده شده بود با همین تیک تاک های ریز مداوم فرو ریخت. شبها وقتی شهرها در سکوت فرو میرفتن، سیمای تلگراف بود که روی تیرهای چوبی کنار جاده‌ها کشیده شده بود و زیر نور ماه میدرخشید. و اگر گوشتو به اون تیرهای چوبی میچسبوندی، یه زمزمه خفیف و مداوم رو میشنیدی. صدای کلماتی که در جریان بودن، صدای دلتنگی‌هایی که برطرف می‌شدن و دنیایی که داشت یاد می‌گرفت چطور در یک لحظه با یک زبان مشترک صحبت کنه. همینطور که این ارتباطات سریع دنیا رو نزدیک و نزدیک‌تر می‌کرد، فضاهای داخلی خونه‌ها هم دستخوش یک آرامش و تغییر دنج شدن. یکی از بزرگترین نعمت‌هایی که انقلاب صنعتی برای زندگی روزمره آدم‌های معمولی آورد، تغییر شیوه پخت و پز و گرمایش خونه‌ها بود. پدیده‌ای به اسم اجاق بود. تا پیش از اون قلب هر خونه یک شومینه باز هیزومی بود، فضایی که اگر قشنگ به نظر می‌رسید اما بیشتر گرمایش را از دودکش می‌فرستاد. هوا و کار باهاش بی‌نهایت سخت و پر از دود و خاکستر بود. اما کارخونه‌های جدید ذوب‌آهن شروع کردن به ساختن اجاق‌های سنگین، محکم و قرص از جنس چدن. این اجاق‌ها مثل یک موجود مهربون آروم گوشه آشپزخونه جا خوش کردن. حالا دیگه نیازی نبود مدام هیزم‌های بزرگ جابجا کنی. زغال سنگ ارزون ساعت‌ها درون این محفظه‌های چدنی می‌سوخت و که گرمای یک دست ملایم و موندگار رو پخش میکرد توی کل فضای خونه. این اجاق‌ها فقط خونه رو گرم نمی‌کردن، بلکه آشپزی و تبدیل به یک کنار آرامش بخش کردن. روی صفحه صافه شدنی اونها همیشه یک کتری بزرگ مسی یا آهنی قرار داشت که آب توش به آرومی غلغل میکرد. صدایی که خودش به تنهایی برای آروم کردن ذهن یه آدم خسته بعد از یک روز شلوغ کافی بود. بوی نون تازه‌ای که درون فر کوچیک این اجاق‌ها پخته میشد فضای خونه رو پر میکرد. شبها اعضای خانواده دور این منبع گرمای چدنی جمع میشدند
شدن. اجاق مثل یه خورشید کوچیک خونگی مرکز تمام شب نشینی‌ها، قصه‌گویی‌ها و گفتگوهای صمیمی بود. این تغییر ساده کس امنیت و ثبات بی‌سابقه به زندگی طبقات متوسط و کارگرها داد. اینکه بدونی وقتی از سرمای استخوان‌سوز بیرون به خونه پناه میاری، یک آغوش گرم چدنی یا یه فنجون چای داغ منتظرته، چیزی بود که خستگی تمام چرخدنده‌های دنیا رو از تن آدم به در می‌کرد. همینطور که گرمای اجاق‌های چدنی خونه ها رو به یک پناهگاه امن تبدیل می‌کرد، بیرون از دیوارهای خونه یک فرهنگ جدید و صمیمی داشت شکل می‌گرفت که طعم و بوی کاملا متفاوتی به شب‌های تمدن سنتی میداد. جادوی نوشیدنی‌های گرم. تا پیش از این از چای و قهوه بیشتر کالاهای لوکس و گرانبها بودند که فقط روی میزهای مجلل اشراف و بازرگانان ثروتمند پیدا می‌شد. اما با باز شدن مسیرهای تجاری جدید و سرعت گرفتن کشتی‌های بخار، این برگ‌های معطر چای و دونه‌های تیره و جادویی قهوه راهشون رو به زندگی مردم معمولی و طبقه کارگر هم باز کردن. چای و قهوه خیلی زود تبدیل شدن به سوخت اصلی این دنیای پرشتاب. تصور کنین شب‌های بلند و سرد منچستر یا لندن و باد بارونی توی کوچه‌های سنگفش میپیچه و کارگرها خسته از یک شیفت طولانی و سنگین به سمت چایخونه‌ها یا دکه‌های کوچیک کنار خیابون حرکت میکنن. برای یه آدم خسته هیچ چیز در دنیا نمیتونست جای اون حس بی‌نظیر رو بگیره. اینکه دوتا دست تو دوری کاسه یا فنجون سفالی داغ حلقه کنی، هرم گرمایش رو روی پوستت صورتت حس بکنی و اولین جرعه تلخ یا شیرینش رو بنوشی. این نوشیدنی ها یک معجزه دوگانه داشتن. هم بدنهای کرخ شده رو از سرما گرم می‌کردن و هم به ذهن‌های خسته یک هوشیاری آرامش بخش و ملایم می‌بخشیدن. کم کم چایخونه‌های محلی و دکه‌های قهوه فروشی شبانه شدن پاتوق اصلی شب نشینا. این فضاها با نور ملایم چراغ‌های موشی یا گازی روشن می‌شدن و بوی تند قهوه تازه آسیاب شده با بوی نم بارون و بیرون قاطی می‌شد. آدم‌ها دور میزهای چوبی بلند می‌نشستن، غریبه‌هایی که حالا زیر سقف یک کافه کوچیک با هم صمیمی می‌شدن. اینجا دیگه صدای گوشخراش چرخدنده‌ها نبود، فقط صدای بم و آروم گپ و گفت‌ها، خنده‌های کوتاه از ته دل و صدای ریتمی که به هم خوردن قاشق‌های کوچیک به لبه فنجون‌ها به گوش می‌رسید. نوشیدن یک فنجون چای بهانه‌ای بود برای یک لحظه ایستادن، نفس گرفتن و حس کردن اینکه در میون این همه آهن و دود هنوز انسانیت و رفاقت زنده و پابرجا بود. توی همین کافه ها و شب نشینی های دنج بود که یک نیاز قشنگ دیگه هم به شدت حس شد. نیاز به دونستن، خوندن و سفر کردن در دنیای کلمه ها. همینجا بود که بذر اولین کتابخونه های عمومی و انجمن های قرائت کارگری کاشته شد. در گذشته کتاب یک شیء به شدت گران قیمت و دسترسی ناپذیر بود که فقط در کتابخونه های خصوصی عمارت ها یا دانشگاه های بزرگ پیدا می شد. اما با اختراع ماشین های چاپ در زمینه پرسرعت و همینطور بخار، کاغذ و کتاب و همینطور روزنامه هم مثل بقیه چیزها ارزون و فراوان شد. اما قضیه فقط داشتن کتاب نبود. خیلی از کارگرها در ابتدا سواد خوندن و نوشتن نداشتن. اینطور شد که سنت شبانه بی‌نظیر شکل گرفت. شبها بعد از تموم شدن کار، یک گروه از آدم‌ها توی یک اتاق دنج یا گوشه یک چایخونه دور هم جمع می‌شدن. بین اونا معمولاً یک یا دو نفر که سواد داشتن پشت میز می‌نشستن. یک کتاب قصه، یک دیوان شعر یا روزنامه روزو باز می‌کردن و با صدای رسا شمرد و گیرا شروع می‌کردن به بلند خوندن. بقیه در سکوت مطلق سر و پا گوش می‌شدن. تصور کنید چه صحنه اتمسفریک و زیبایی بود. نور زرد و الارزون یک شمع یا چراغ نفتی روی صفحه کاغذی کتاب میفته. سایه های آدم ها روی دیوارهای گچی جابجا میشه و کلمه ها مثل یک جریان آب زلال آروم در فضا جاری میشن. شنونده ها که تمام روز در دنیای سخت و واقعی کارخونه ها گذرانده بودن، حالا به هر جمله کتاب پرواز میکردن و به سرزمین های دوردست، به قصه های پهلوانی قدیم یا به تحلیل های عمیق فلسفی سفر میکردن. این شب نشینی های فرهنگی ذهنها را بیدار میکرد و به روحها جلا میداد. کتابخونه‌های سیار و کوچیک محلی کم کم در هر محله‌ای باز شدن، جاهایی که کارگر میتونست با پرداخت چند سکه ناچیز کتابی و برای یک هفته به امانت ببره به خونه.
شب‌ها زیر نور ضعیف شمع در گوشه اتاق خوندن یه صفحه کتاب قبل از خواب تبدیل به مقدس‌ترین ریتم زندگی خیلی از آدم‌ها شد. لحظه‌ای که در اون ذهن از اسارت زمان و مکان رها می‌شد و در آرامش مطلق آگاهی فرو می‌رفت. بدون معطلی و با همین ریتم آرامش بخش از میان نورهای لرزان چایخونه و تنین کلمه‌ها بیرون میاییم و قدم به خلوت شبانه خیابان‌های سنگفرش زیر بارون ملایم این نسل می‌گذاریم. وقتی از فضای گرم این چایخونه و اتاق‌های پر از قصه بیرون می اومدی، با بخش دیگه از هویت این دوران روبرو می شدی که در سکوت شب زیبایی خاص خودشو داشت. خیابون‌های سنگ فرش بارون خورده. در این روزگار همزمان با رشد شهرها شیوه ساختن راه هم دستخوش هنردستی و مهندسی ظریف شد. کارگران صبور روزها و هفته‌ها وقت می‌گذاشتن و سنگ‌های نتراشیده و سخت رودخونه‌ها رو یکی یکی با دست و با نظمی بی‌نظیر کنار هم روی زمین می‌کوبیدن تا جاده‌هایی ساخته بشه که زیر سنگینی کالاسکا و چرخ‌های آهنی دووم بیاره. حالا تصور کنه نیمه شب در یکی از همین شهرهای قدیمی هم عصر لوکوموتیوها دارین قدم میزنین. بارون ملایم و ریز پاییزی شروع به باریدن کرده. قطره‌های آب روی سطح ناهموار و درخشان سنگ فرشا میشینن و هر سنگ مثل یه آینه کوچیک سیاه نور زرد و لرزان چراغ‌های گازی دیواری رو منعکس میکنه. صدای برخورد قطره‌های بارون با زمین یک موسیقی پس زمینه مداوم و یک نواخت ساخته که ذهن رو به آرامش دعوت میکنه. در این ساعت شب خیابونا کاملا خلوت و غرق در مه هستن. گهگاهی صدای پای اسبی که بارون یک کالاسکه رو به سمت مقصد میبره از دور شنیده میشه. صدای ریتمی که برخورد نعل‌های آهنی با سنگ فرشا، تق تق تق. صدایی که ابتدا نزدیک میشه، از کنارتون عبور میکنه و بعد کم کم در انتهای کوچه مه‌آلود و تاریک محو میشه و دوباره سکوت مخملی شب همه جا رو پر میکنه. قدم زدن روی این سنگ‌ها حس لمس تاریخ داره. راه‌هایی که آدم‌های بیشماری با آرزوها، خستگی‌ها و امیدهای متفاوت از روش عبور کردن. بارون تمام غبار و دود رو از روی تنه این سنگ‌ها میشوره و هوا رو پاک و خنک میکنه. جوری که با هر نفس عمیق حس تازگی و سبکی به درون سینه‌تون سرازیر میشه. این کوچه های مه‌آلود و سنگ فرش های خیس مثل یک تابلوی نقاشی زنده شنونده رو به یک پیاده روی ذهنی بی صدا و دنج دعوت میکنن. سفری آروم به دل شب، جایی که همه هیاهوها تموم شده و زمین داره در آغوش بارون استراحت میکنه. با دگرگون شدن این جاده‌ها و ارتباطات ریتم خواب و بیداری انسان‌ها هم به شیوه کاملا جدید ورق خورد. تا پیش از عصر صنعت مفهوم خواب برای انسان یک پارچه نبود. پدیده‌ای وجود داشت به اسم خواب دو قسمتی یا دو پاره. آدم‌ها شب‌ها با تاریک شدن هوا هولوش ساعت 8 یا 9 شب به خواب می‌رفتن. چند ساعتی استراحت می‌کردن و بعد نیمه شب جوری که انگار این یک روال طبیعی بیولوژیکی باشه خود به خود بیدار می‌شدن. این بیداری نیمه شب 1 تا 2 ساعت طول می‌کشید. زمانی کاملا دنج و رویایی در سکوت مطلق زمین. در این فاصله میانی آدم‌ها در رخت خواب می‌موندن، دعا می‌خوندن، به صدای باد گوش می‌کردن یا با شریک زندگیشون گفتگوی بسیار صمیمی و آرومی داشتن. بعضیان بلند می‌شدن، هیزمی در آتش می‌انداختن و با همسایه یک چای نیمه شبیه بی صدا می‌نوشیدن. این بیداری یک توقفگاه میانی هم برای روح بود. بعد از اون بخش دوم خواب شروع می‌شد و تا طلوع خورشید ادامه داشت. اما ورود کارخونه‌ها، شیفت‌های کاری منظم و مهمتر از همه پدید اومدن چراغ‌های گازسوز و الکتریکی این ریتم کهن رو به کل عوض کرد. شهرها دیگه شب‌های تاریک نداشتن و کارفرماها نیاز داشتن که انسان‌ها یک خواب یک پارچه متمرکز و 8 ساعته داشته باشن تا فردا صبح پا به پای ماشین‌های انرژی داشته باشن. به مرور اون بیداری دنج نیمه شب از سبک زندگی مدرن حذف شد و جاش رو به خواب فشرده امروزی داد. اگرچه این تغییر راندمان دنیا رو بالا برد، اما یادآوری اون خوابها در زمان قدیم به ما یادآوری میکنه که چقدر ریتم بدن ما با آرامش و سکوت و طبیعت گره خورده بود. زمانی که شب یک قلمرو طولانی، پذیرا و بدون عجله برای استراحت کامل روان بشر بود. این تغییر ریتم خواب آدم‌ها رو با یک رویارویی بزرگ دیگه هم مواجه کرد. تقابل دیدنی میون زمان قدیم و زمان جدید که نمادشون میشد توی تفاوت میون ساعت‌های آفتابی یا ساعت‌های مکانیکی کارخونه‌ها دید. تا پیش از اینکه چرخ‌دنده‌های دنیا ما رو فتح کنن، زمان یک مفهوم جاری، سیال و متصل به آسمون بود.
روی دیوار خیلی از خونه‌های قدیمی، میدون‌های کوچیک روستایی یا دیوارهای سنگی کلیساها یک شاخص مثلثی فلزی وجود داشت: ساعت آفتابی. نگاه انسان به زمان، نگاه به رقص آروم سایه‌ها بود. وقتی خورشید از پشت تپه‌ها بالا می‌آمد، سایه بلند و کشیده می‌شد. ظهر که می‌رسید، سایه به کوتاه‌ترین حد خودش می‌رسید و شب که پهن می‌شد، ساعت آفتابی کلاً به استراحت می‌رفت. زمان با طبیعت نفس می‌کشید. در تابستون‌ها روزها طولانی و فراخ بودند و در زمستون‌ها همه چیز کوتاه‌تر و فشرده‌تر می‌شد. هیچ کس بر ثانیه‌ها یا حتی دقیقه‌ها حرص نمی‌زد. زمان رفیق آدم بود، نه همسایه خطکش به دست اون. اما با اومدن انقلاب صنعتی، ساعت‌های بزرگ برجی و مکانیکی با اون پالدول‌های سنگین و تیک‌تاک‌های بیرحم و مداوم بالای سر شهرها جا خوش کردن. زمان دیگه به خورشید کاری نداشت. خودش یک موجود مستقل آهنی شده بود که در تاریکی شب هم با همون سرعت یک نواخت می‌دوید. این ساعت‌های جدید زمان رو به قطعات مساوی و سرد ثانیه و دقیقه تقسیم کردن. حالا دیگه فرقی نمی‌کرد تابستون باشه یا زمستون، شیفت کاری باید رأس همون دقیقه مقرر شروع می‌شد. انسان‌ها کم کم ساعت‌های جیبی کوچیکی رو خریدن تا این ناظر آهنی و همیشه همراه خودشون توی جیب جلیقه‌شون داشته باشن. پدیده‌ای که بعدها تبدیل به ساعت‌های موجی شد. این اختراع اگرچه منظم و هماهنگی بی‌نظیر به تمدن بشر داد، اما یه جور دلتنگی پنهون هم با خودش آورد. دلتنگی برای روزگاری که زمان با طلوع و غروب آفتاب معنا می‌شد و آدم‌ها وقت داشتن که به سایه‌های روی دیوار نگاه کنن و همگام با چرخش آروم زمین زندگی کنن. بدون معطلی و با همون ریتم آرامش بخش از فضای تیک تاک ساعت‌های جیبی عبور می‌کنیم و داستان رو میبریم به سمت یک تصویر ملموس و دلپذیر دیگه. اولین سفرهای دست جمعی کارگران با قطار به سمت سواحل آروم دریا. همین ساعت‌های جیبی و تقویم‌های جدید وقتی با اون روزهای استراحت آخر هفته گره خوردن، یک اتفاق شیرین و بی‌سابقه را توی زندگی آدم‌های معمولی رقم زدن. پدیده‌ای به اسم سفرهای تفریحی دست جمعی به ساحل. تا قبل از این، اقیانوس و دریا برای آدم‌های طبقه کارگر فقط یک مرز دوردست یا جایی برای کار سخت صیادی بود. اما قطارهای بخاری این مسیر رو هم برای یک استراحت دنج هموار کردند. تصور کنید یک صبح زود تابستونی و تو یک شهر صنعتی، کارگرها همراه با خانواده‌هاشون در حالی که سبدهای کوچیک غذا رو در دست دارن، با شوق و هیجانی که تپش قلبشون رو تندتر کرده راهی ایستگاه قطار میشن. واگن‌های قطار بخار پر میشه از صداهای خنده، پچ‌پچ‌های شادمانه و بوی نون خونگی. قطار با یک سوت بلند به شکل ممتد به حرکت در میاد و شهر خاکستری و دودی و پشت سر میذاره. همینطور که ریل ها زیر پای قطار سفر میکنه، پنجره ها باز میشن و کم کم بوی تند آهن و زغال سنگ جاشون میده به یک هوای تازه، خنک و مرطوب. هوایی که بوی نمک و دریا رو با خودش داره. وقتی قطار به ایستگاه ساحلی میرسه و درها باز میشن، یک دنیای کاملا جدید جلوی چشم این آدم ها فرش میشه. پهنه بیکران و آبی دریا زیر درخشش ملایم آفتاب. برای خیلی از بچه‌ها و حتی بزرگترها این اولین باری بودش که افق باز دریا رو تماشا میکردن. جایی که زمین به آسمون وصل میشد و هیچ دودکش یا دیوار بلندی جلوی دیدشون رو نمیگرفت. آدم‌ها کفشاشون رو در می آوردن و پا برهنه روی شنهای نرم و خنک ساحل قدم می زدن. حس لمس موج‌های آروم به دریا که به نرمی روی مچ پا می‌خورد، تمام کوفتگی و خستگی هفته‌ها کار مداوم در پای ماشین آلات و در یک لحظه می‌شست و با خودش می‌برد. غروب که می‌شد، قبل از اینکه دوباره سوار قطار برگشت بشن، روی صندلی‌های چوبی ساحل می‌نشستن. به صدای منظم و سحرآمیز آمد و رفته موج‌ها گوش می‌سپردن و تماشا می‌کردن که چطور خورشید مثل یک گوی آتشین آروم توی دل آب غرق میشه. این سفرهای کوتاه یک فرصت طلایی برای بازپسگیری آرامش روان بود، یادآوری اینکه دنیا هنوزم پهناور، زیبا و بخشنده است و تپش تمدن هر چقدر که تند باشه، در نهایت در برابر سکوت جاودانه دریا آروم میگیره. بدون معطلی و با حفظ همون لحنش مرد و اتمسفریک از ساحل آروم به دریا به دل شب‌های مه‌آلود شهر برمیگردیم تا روایت و وارد مسیر نورهای جادویی غول‌های گازی شهری کنیم. همینطور که سفرهای ساحلی روح آدم‌ها رو تازه می‌کرد، شب‌ها داخل شهرم شاهد یک دگرگونی سحرآمیز دیگه بود که چهره تاریک و برای همیشه عوض کرد. پدید اومدن اولین چراغ‌های گازی شهری.
تا قبل از این اختراع شب که از راه می‌رسید، شهر تو یک ظلمت مطلق، عمیق و گاهی ترسناک فرو می‌رفت. تنها نوری که توی کوچه ها دیده میشد نور لرزون و ضعیف چند تا فانوس روغنی یا شمع بود که بیشتر سایه ها ترسناک می‌شدن تا اینکه راه رو بتونن که روشن بکنن. آدم ها شبها ترجیح میدادن از خونه هاشون بیرون نیان و شب قلمرو سکوت و تاریکی باقی میموند. اما با اومدن لوله کشی گاز و نصب برج‌های چدنی چراغ‌های گازی، یکو معجزه نور رخ داد. تصور کنین یک عصر مه‌آلود پاییز رو. خورشید تازه غروب کرده و تاریکی داره به آرومی همه جا رو پهن میکنه. یک مرد فانوس افروز با یک چوب بلند که نوکش یک شعله کوچیک میسوزه قدم زنان از انتهای کوچه پیداش میشه. اون چوبشو به بالای برج چدنی نزدیک میکنه. دریچه گاز باز میشه و با یک صدای خفیف پف یک شعله ملایم، زرد و درخشان به شکل لوزی شکل متولد میشه. این نور مثل یک مروارید درخشون دل مهر رو میشکافه. تماشای این که چطور چراغ‌ها یکی پس از دیگری روشن میشن و یک خط طولانی از نورهای طلایی توی دل شب میسازن، برای آدم‌های اون روزگار یک تصویر کاملا رویایی و جادویی بود. این نورهای گازی شبیه به نور شمع نبودن. اونها یک حاله اتمسفر گرم، مهربان و پذیر را دور خودشون درست میکردن. حالا دیگه شب ترسناک و غریبه نبود. خیابون‌های سنگ فرش زیر این نورهای ملایم مثل یک صحنه تئاتر آروم به نظر می‌رسید. قطره‌های بارون وقتی از جلوی چراغ‌ها رد می‌شد مثل الماس‌های کوچک می‌درخشید. آدم‌ها می‌تونستن در اواخر شب هم بدون عجله قدم زنان و خونه‌هاشون برگردن. زیر نور امن این چراغ‌ها بایستن، چترهاشون رو تکون بدن و چند کلمه با همسایه‌شون گپ بزنن. چراغ‌های گازی شب شهری و تبدیل به یک بستر آرامش بخش و دنج برای خیال پردازی کرد. نوری که مثل لالایی بصری با آدم‌ها یادآوری میکنه که حتی در تاریک‌ترین شب‌ها هم راهی برای روشن موندن و پیدا کردن مسیر خونه وجود داره. همین نورهای گازی مهربون در گوشه و کنار میدونهای بزرگ شهر یک دنیای زنده و در این حال کاملا آرامش بخش دیگر رو بیدار کردن که ریه‌های تمدن آهنی و پر از عطر زندگی کرد. بازارچه های گل شبانه. تصور کنید در یک شب خنک وقتی مغازه ها کرکرشون رو پایین کشیدن، در موازات پیاده روها گالری های چوبی بزرگی مستقر میشن که بارشون چیزی جز تراوت نیست. کشاورزان و باغبان ها دمدمای غروب گل های تازه رو از حاشیه سمسمز شهرها میچیدن و با طبق های بزرگ به دل این هیاهوی روشن می آوردن. زیر نور طلایی و مایل چراغ های گازی این بازارچه‌های شب به جزیره های از رنگ و بو در میون دیوارهای سنگی شهر به نظر می رسید. سطل‌های بزرگ پر از گل‌های رز مخملی، داوودی‌های مینیاتوری و دسته‌های بزرگ استخوان و دوست که عطر آرامش بخش و جادویشون توی هوای مرطوب شب پخش می‌شد. این عطر استخوان و دوست و گل مریم جوری در فضا می‌پیچید که برای چند لحظه تمام بوی دود و خاکستر کارخونه‌ها را در خودش حل می‌کرد و از بین می‌برد. آدم‌هایی که از یک روز کاری سخت برمیگشتن بی اختیار قدم‌هاشون رو سوز می‌کردن، برای یک لحظه می‌ایستادن و عمیق نفس می‌کشیدن و بوی خاک نمدار و گلبرگ‌های بارون خورده رو به ریه‌هاشون می‌فرستادن. اینکه بتونی با پرداخت یه سکه ناچیز یه شاخه گل سرخ دنج یا یه دسته کوچیکی بابونه بخری و با خودت به خونه ببری یک دلخوشی بزرگ شبانه بود. گل فروشا با صبوری و لبخند ساقه ها رو با آرامش با نخهای کنفی میبستن. حرکت آب‌پاش‌های کوچیک که برای شاداب نگه داشتن گلبرگ‌ها استفاده می‌شد توی نور چراغ‌های گاز مثل پاشیدن گردهای جادویی ستاره‌ها به نظر می‌رسید. وقتی با یک دسته گل پیچیده در کاغذ به شکل کاهی و قهوه‌ای به سمت خونه قدم می‌زدی، سنگینی تمام دنیا از روی شونه‌ات برداشته می‌شد. حسی از اینکه زیبایی‌های طبیعت هنوزم با وفاداری تمام در تاریک‌ترین و صنعتی‌ترین شب‌ها در کنار ما نفس می‌کشن و ما رو به یک خواب آروم و پر از رویاهای سبز دعوت می‌کنن. در کنار همه اینها جادوی فناوری این عصر یک پنجره شگفت‌انگیز دیگر هم به ابدیت باز کرد که به آدم‌ها اجازه میداد زمان رو توی یک لحظه متوقف کنن. پدید اومدن اولین عکاسخونه‌ها. تا قبل از این سمت چهره یک آدم فقط از طریق نقاشی پورتره ممکن بود. هنری گران قیمت که ماه‌ها طول می‌کشید و فقط مخصوص پادشاهان و اشراف بود.
اما یکو جعبه‌های چوبی با عدسی‌های شیشه‌ای پا به میدون گذاشتن که میتونستن نور و حقیقت رو روی صفحه‌های نقره‌ای و شیشه‌ای شکار کنن. تصور کنید قدم گذاشتن به یکی از این عکاسخونه‌های قدیمی و فضایی با سقف‌های بلند شیشه‌ای که نور ملایم و طبیعی روز رو به داخل هدایت می‌کرد. این اتاق‌ها پر از یک سکوت رازآلود و دنج بودن. بوی ملایم داروهای شیمیایی ظهور عکس مثل بوی اتر و نقره توی فضا پیچیده بود. وسط اتاق یک دوربین بزرگ چوبی روی یک سپایه قرص و محکم ایستاده بود با یک پارچه مخمل سیاه که پشتش آویزون بود. برای گرفتن یک عکس آدم‌ها باید چند دقیقه کاملا بی حرکت و در سکوت مطلق می‌نشستند، چون نگاتیوهای اولیه برای ثبت تصویر نیاز به زمان نوردهی طولانی داشت. این بی حرکت موندن خودش یک جور مراقبه آرامش بخش بود. آدم‌ها روی صندلی‌های مخمل دنج می‌نشستند، سرشون رو به یک پایه پنهون فلزی تکیه می‌دادن و تکون نمی‌خوردن و بعد از یه تاریکی دوربین خیره می‌شدن. در اون لحظه هیچ کس عجله‌ای نداشت. زمان متوقف می‌شد. عکاس با حوصله و صبوری پشت پارچه سیاه میرفت، همه چیز رو تنظیم میکرد و بعد با برداشتن سرپوش عدسی به نور اجازه میداد تا داستان اون آدم رو روی صفحه حک کنه. عکسای اون دوران لبخند ندارن، چون نگه داشتن یک لبخند برای چند دقیقه کار سختی بود، اما به جاش یک نگاه عمیق، صامت و پر از اصالت توی چشماشون موج میزنه. تماشای این که چطور تصویر شما به آرومی توی تاریک خونه روی تکه شیشه‌ای پدیدار میشه دست کمی از معجزه نداشت. عکاس خونه ها به آدم های معمولی شانس دادن که چهره های خودشون، فرزندانشون و عزیزانشون رو برای نسل های بعدی به یادگار بذارن. قاب های صامت و آروم که به ما یادآوری میکنه در پس تمام تغییرات پرشتاب دنیا یه هسته ثابت و جاودانه از حضور انسان وجود داره، حضوری که حالا در کمال آرامش و سکوت به استراحت خودش ادامه میده. در کنار همه این دگرگونی‌های ساختاری، شهرها برای اینکه بتونن نفس بکشن شروع کردن به باز کردن فضاهایی برای سبز شدن. ریه‌های جدیدی در دل دود آهن که بهش میگفتن پارک‌های عمومی. طراحان این پارک‌ها می‌خواستن تکه‌ای از بهشت آروم طبیعت رو بیارن وسط خیابون‌های شلوغ تا هر کسی با هر تبار و شغلی بتونه که توش به آرامش برسه. اما اوج شاهکار و جادوی این فضاهای سبز سازه‌های عجیب و خیره کننده‌ای بودن. گلخونه های شیشه عظیم، کارخونه های ذوب‌آهن که تا دیروز ریل و چرخدنده می ساختن، حالا شروع کرده بودن به ریخته‌گری ستون‌های ظریف، باریک و طول شکل از آهن کار شده. این ستون‌های آهنی سبک، سقف‌های بلند و گنبد شکل از جنس هزاران تکه شیشه شفاف و روی دوششون نگه می داشتن. سازه‌هایی که شبیه به قصرهای بلورین افسانه به نظر می رسید. تصور کنید بعد از ظهر یک روز بارونی و وقتی بیرون این قصر شیشه‌ای و هوای سرد و خاکستری بیداد میکنه، شما قدم میذارید به دنیای داخل گلخونه. به محض عبور از درهای بزرگ شدنی، یک کوپه و اتمسفر کاملا عوض میشه. هوای داخل گرم، مرطوب و به شدت مطبوعه. بوی خاک نمدار، برگ‌های پهن استوایی و همینطور عطرهای گل‌های غول‌پیکر فضای زیر گنبد شیشه‌ای را پر کردن. صدای برخورد آروم و منظم قطره‌های بارون با سقف شیشه‌ای بالای سرتون یک موسیقی پس زمینه بی‌نظیر و خواب‌آور ساخته. مثل زمزمه یک رودخونه دوردست روی نیمکت‌های چوبی و دنجی که بین درخت‌های موز و ارکیده‌های وحشی قرار داده شده میشینید. نور روز وقتی از میون این همه شیشه و برگ‌های سبز عبور میکنه به یک هاله نرم، لرزون و زمردین تبدیل میشه که تماشاش ذهن رو کاملا سبک و رها میکنه. در این فضای گرگومیش و آروم زمان کاملا ارزشش رو از دست میده. باغبانی صبور در گوشه دوردست با یک کتری کوچیک به گلهای تازه آب میده و صدای چک چک آب روی برگا به این سکوت مخملی عمق بیشتری میبخشه. این گلخونه های شیشه نماد آشتی ظریف صنعت با طبیعت بودن، پناهگاه های دنج و غرق در آرامش که به انسان خسته یادآوری میکنه که همیشه یک گوشه سبز و امن برای پناه بردن، نفس کشیدن و غرق شدن در رویاهای آروم وجود داره. همینطور که قصرهای شیشه‌ای روی زمین آرامش رو به شهرها هدیه میداد، در بندرهای بزرگ غول‌های آهنی دیگه‌ای در حال پهلو گرفتن بودن که مرز میون قاره‌ها را از بین بردن. کشتی‌های بخار مسافربری در اقیانوس پیما. این سازه‌های عظیم اوج هنر مهندسی عصر بخار بودند. شهرهای شناور بر روی آب که با نیروی محرک چرخ‌های بره بزرگ یا پروانه‌های آهنی دل امواج سهمگین اقیانوس را میشکافند.
حالا تصور کنید شب هنگام بر روی عرشه چوبی یکی از همین کشتی‌های مسافربری بزرگ ایستادید. کشتی به آرومی در میون پهنه بی‌انتهای اقیانوس اطلس در حال حرکته. هوا غرق در یک مه غلیظ، سپید و مخملیه، جوری که مرز میون آب و آسمان کاملا محو شد و انگار کشتی داره میون ابرها پرواز میکنه. صدای بم منظم و دوردست موتورهای بخار از اعماق بدنه آهنی کشتی به گوش میرسه. یک تپش مداوم و یک نواح که مثل ضربان قلب این غول مهربون به کل ساز یک تکون بسیار ملایم و گهواره مانند میده. این رقص آروم کشتی روی آب خودش قوی ترین لالایی برای خوابوندن ذهن‌های خسته است. باد خنک و مرطوب اقیانوس با عطر نمک و دریا به صورتتون میخوره و ذره‌های ریز آب و مثل یک حریر خنک روی پوستتون مینشونه. از پشت پنجره ها گرد و برنجی کابینی نور زرد و گرم های چراغ نفتی به بیرون میتابه و روی سطح آبهای تیره بازتاب‌های لرزون و زیبایی میسازه. روی عرشه در این ساعت شب هیچ کس نیست جز سکوت که گهگاهی صدای بوق بم و کشیده کشتی برای هشدار درمه در فضا طنین انداز میشه. صدایی که در دل عظمت اقیانوس میپیچه، کم کم دور میشه و در نهایت در سکوت مطلق افق محو میشه. سفر با این کشتی‌ها یک تمرین بی‌نظیر برای صبوری و رهایی بود. اینکه برای روزها هیچ نشونه‌ای از خشکی نبینی یا خودتو کاملا بسپاری به جریان آب و مسیر باد. در این انزوای دنج و باشکوه تمام دغدغه‌ها، سرعت سرسام‌آور زندگی شهری و هیاهوی کارخونه‌ها کلا فراموش می‌شد. اقیانوس با وسعت بیکرانش روح انسان در خودش حل می‌کرد و بهش یادآوری می‌کرد که در پناه این حرکت آروم و مداوم مقصد امنی در اون سوی آب‌ها منتظرش ایستاده، جایی که میشه با خیالی آسوده سر بر بالین گذاشت و به خوابی عمیق و بی‌پایان فرو رفت. وقتی از این سفرهای طولانی و پهنه بیکران آبها به اتاق دنج خودت برمیگشتی، فناوری ظریف این عصر که شاهکار مینیاتوری دیگران برای خلوت‌های شب‌های تنهایی خلق کرده بود، جعبه‌های موسیقی کوکی. تا پیش از این شنیدن یک ملودی قشنگ فقط زمانی ممکن بود که یا خودت نواختن بلد بودی یا توی یک سالن بزرگ کنسرت حضور داشتی. اما کارگاه‌های ساعت‌سازی و مهندسی دقیق این دوران تونستن موسیقی رو هم مثل زمان رام کنن و تو یک جعبه کوچیک چوبی جا بدن. تصور کنید یک شب سرد و برفی زمستونی و بیرون از پنجره دونه‌های درشت برف آرومی روی لبه پنجره می‌نشینه و کل شهر در یک سکوت سپید فرو میره. شما در اتاق دنجتون زیر نور ملایم چراغ روی یک صندلی گهواره‌ای نشستین. روی میز چوبی کنارتون یک جعبه براق از چوب و درخت گردو یا آبنوس قرار داره که روش با آج یا صدف طرح‌های ظریفی از گل و برگ حک شده. جلو میایید، کلید برنجی کوچیک کنار جعبه رو با انگشتتون میچرخونید. صدای ریتمیک تیک 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 کوک شدن فلز داخل جعبه خودش شروع یک آرامشه. وقتی در جعبه رو باز میکنید یک دنیای مینیاتوری شگفت‌انگیز مکانیکی شروع به کار میکنه. یه استوانه فلزی دندون دار که به آرومی میچرخه و دندونه‌های ریزش با یک شونه فلزی ظریف برخورد میکنن. در همین لحظه اولین نوت‌های نقره‌ای شفاف و زلال موسیقی در فضای ساکت اتاق طنین انداز میشن. صدای این جعبه موسیقی شبیه به هیچ سازه دیگه‌ای نبود. صدای کریستالی، سبک و رویایی که انگار قطره‌های بارون دارن روی کلیدهای شیشه میرقصن. ملودی‌های بسیار آروم، شمرده و بدون هیچ عجله‌ای نواخته میشد. همینطور که استوانه میچرخه و نوت‌ها یکی پس از دیگری متولد میشن، ذهن شما هم با این ریتم آهنگ صامت سبک و سبکتر میشه. تماشای چرخش منظم چرخدنده‌های طلایی و گوش سپردن به این لالایی مکانیکی تمام افکار شلوغ روز از مغزتون پاک میکنه. آهنگ کم کم به پارت‌های پایانش میرسه. سرعت چرخش استوانه به خاطر تموم شدن کوک فلز آروم آروم میشه. نوت‌ها با فاصله های طولانی و کشیده تر به گوش میرسن. انگار خود جعبه موسیقی هم داره همراه با شما سنگین شدن پلکاشو حس میکنه، تا اینکه آخرین نوت در دنج‌ترین سکوت شب محو میشه و شما رو در یک آرامش مطلق آماده یک خواب عمیق و شیرین میکنه. در همان روزهایی که جعبه‌های موسیقی روح خونه ها رو صیقل میدادن، یه اختراع کوچیک، ظریف و به شدت محبوب دیگه کنج پنجره‌های اتاق تبدیل به یک باغچه مینیاتوری و ابدی کرد. محفظه های شیشه واردین یا همون واردین کیس.
این جعبه های شیشه دنج که در ابتدا توسط یک پزشک گیاهشناس برای جابجایی سالم گیاهان با کشتی های بخار اختراع شده بود، خیلی زود راهش رو به چیدمان خونه های این عصر باز کرد. تصور کنید بعد از ظهر یک روز ابری رو در گوشه اتاق شما 2 روز پشت شیشه های بزرگ پنجره یک قصر بلورین کوچک روی میز قرار داره. این محفظه چارچوبی ظریف از جنس چدن سیاه رنگ داره و دیوارهایی از شیشه های شفاف که یک اکوسیستم کوچک و مستقل در خودش پناه داده. وقتی به درون این جعبه شیشه‌ای نگاه میکنید انگار دارین به یک جنگل بارون مینیاتوری و غرق در سکوت چشم میدوزید. خاک نمدار و تیره بستر امنی شده برای رشد سرخس‌های مینیاتوری ظریف. خزه‌های سبز مخملی که مثل فرش روی زمین پهن شدن و گیاهان برگ پهن کوچیکی که قطره‌های ریز آب روی گلبرگ‌هاشون سنگینی میکنه. جادوی این محفظه ها در این بودش که کاملا بسته بودن. آب داخل خاک با گرمای ملایم اتاق تبخیر می شد. به شکل قطره‌های ریز شبنم روی سقف شیشه‌ای می نشست و دوباره مثل یک بارون مهربون و بی صدا روی برگ‌ها می چکید. یه چرخه ابدی از زندگی در کمال آرامش و بدون نیاز به هیچ مداخله‌ای. شبها وقتی چراغ‌های نفتی اتاق رو روشن می‌کردید و نور زرد و گرمش از میون دیوارهای شیشه‌ای این محفظه عبور می‌کرد، سایه‌های ظریف و اندیسی برگ‌های سرخس روی دیوارهای گچی اتاق می‌افتاد و یک فضای فوق‌العاده رویایی، امن و آرامش بخش می‌ساخت. تماشای این دنیای کوچیک سبز که در میون تمدن آهن و سنگ اینطور با وفاداری و در سکوت نفس می‌کشه، ذهن آدمو از تمام دغدغه‌ها و هیاهوی بیرون رها می‌کرد. این باغچه‌های شیشه یادآور این بودن که زندگی و تراوت همیشه راه خودش رو برای موندن پیدا میکنه، حتی در کوچکترین و بسته ترین فضاها. و حالا این جریان سبز آروم شما رو دعوت میکنه تا چشم‌ها رو سبک کنید و همراه با تنفس آروم این برگ‌های مینیاتوری به خواب عمیقی فرو برید. در میون تمام غول‌های آهن یا ماشینالات پرسر و صدایی که دنیا رو دگرگون می‌کردن، یه ابزار بسیار ساده، ظریف و بی صدا هم در همین اصل متولد شد که به یار غار خلوت‌های شبانه و افکار پنهان انسان‌ها تبدیل شد. مدادهای مغزی مدرن. تا پیش از این نوشتن یا طراحی کردن یک پروژه پردردسر بود. باید پرخاز یا قلم‌های فلزی و مدام توی دوات جوهر می‌زدی که خیلی وقتا جوهر روی کاغذ می‌چکید و اون موقع پاک شدنی اصلا نبود و گلی زمان می‌برد تا خشک بشه. اما با کشف معادن غنی گرافیت و ترکیب اون با خاک رس و در نهایت قرار دادنش در دل یک پوشش خوشبو از چوب درخت صدر، مداد به شکل امروزیش پا به جهان گذاشت. تصور کنید نیمه شب رو در حالی که کل شهر در سکوت سنگینی فرو رفته، شما پشت میز چوبی دنجتون نشستین. یک مداد تراشیده شده نو میون انگشتاتون قرار داره و عطر ملایم و اتمسفری که چوب صدر تازه تراشیده شده و در فضاهای دور میز و همینطور داره پر میکنه. یه دفترچه با کاغذهای کاهی و نمدار قهوه‌ای رنگ هم جلوتونه. وقتی نوک نرم و خاکستری مداد و روی زبری کاغذ میذارید و شروع به حرکت دادن میکنید، هیچ صدای اضافه‌ای شنیده نمیشه. فقط یک صدای زمزمه بسیار خفیف، نرم و ریتمیک. خش 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 خش. صدایی که خودش مثل لالایی ذهنی تمرکز و آرامش رو به سلولهای مغزتون تزریق میکنه. با این ابزار دیگه هیچ ترسی از اشتباه کردن نیستش. خطوط به نرمی روی کاغذ می نشینن. طرح یک منظره مه‌آلود، یک کلبه دنج یا چرخنده آروم به تصویر کشیده میشه و هر جا که لازم باشه با یه تکه لاستیک نرم همه چیز به شکل اولش برمیگرده. این مدادها به آدم‌ها اجازه دادن تا بدون نیاز به مهارت‌های پیچیده آرزوها، طرح‌ها، شعرها و احساسات ناگهانی شبانشون رو بی صدا روی کاغذ پیاده کنن. نوشتن یا طراحی با مداد زیر نور زرد چراغ یه جور گفتگوی بی صدا با درون خودت بود، کاری که در اون انگشت حرکت میکرد و افکار شلوغ روز یکی پس از دیگری روی سفیدی کاغذ تخلیه میشد و جا خوش میکرد. حالا با تمام شدن آخرین خط طراحی، مداد و با آرومی روی میز میذاری. دفترچه بسته میشه و اون صدای خشخشی ملایم جای خودشو به سکوت مخملی اتاق میده تا شما با ذهنی کاملا خالی، سبک و بی دغدغه به خوابی عمیق و شیرین سرازیر بشی. وقتی همه کارهای روزمره تموم میشد، مداد روی میز جا خوش میکرد و چراغ یکی پس از دیگری خاموش میشد. اما نوبت به بزرگترین هدیه این است برای خلوت شبانه انسان میرسید. پتوهای پشمی سنگین، ضخیم و بی نهایت گرم
ماشین‌های نساجی جدید اگرچه در ابتدا با سرعت و هیاهو کار می‌کردند، اما در نهایت محصولی رو به بیرون دادن که لمسش با پوست خود واژه آرامش بود. در این دوران پشم‌هایی با کیفیت از دشت‌های سرسبز جمع‌آور شده بود و زیر چرخ‌دنده‌های دقیق نساجی به هم بافته می‌شد تا پتوهایی با طرح‌های چهارخونه دنج شسته و رفته با ماندگاری ابدی خلق بشه. تصور کنید یک شب استخوان‌سوز زمستون و باد سرد بیرون از دیوارهای خونه شلاق میزنه و پنجره‌ها از شدت سرما همه آلود و خیس میشن. شما به تخت خواب چوبی و دنجتون پناه میبرید و این پتوی پشمی سنگین رو روی شونه‌هاتون بالا میکشید. اولین حسی که به سراغتون میاد حس خوشایند اون وزن ملایم و سنگینی پتو روی بدنتونه. سنگینی امنی که انگار تمام استرس‌ها، دویدن‌ها و خستگی‌های طول روز رو مثل یک وزنه مهار میکنه و شما رو به زمین متصل نگه میداره. پشم طبیعی پتو خیلی زود گرمای بدن شما رو در خودش حبس میکنه و یک حصار حرارتی بی‌نقص و دنج دور تا دورتون میسازه، جوری که سرمایه بیرون هر چقدر که گردن گرفتی کنه زورش به این آغوش گرم پشمی نمیرسه. بوی ملایم و اتمسفریک الیاف طبیعی حس بودن در یک کلبه امن جنگلی رو تداعی میکنه. در زیر این سقف پشمی و گرم پاهاتون کم کم از کرختی سرما در میان و آرامش بند وجودتون رو بغل میکنه. گوش سپردن به صداهای زوزه باد بیرون وقتی خودت در امن‌ترین و گرمترین نقطه جهان کس کردی لذتی وصف ناپذیر داره. این پتوها پناهگاه‌های نهایی انسان خسته از چرخ‌دنده‌های دنیا بودن، جایی که خط پایان تمام دویدن‌ها بود. حالا در میون این ثبات گرما و سنگینی دوست داشتنی عضلات صورتتون شل میشن، شونه‌هاتون سبک میشن و شما با هر نفس عمیق بیشتر و بیشتر در این گهواره گرم و پشمی غرق میشید تا به خوابی عمیق، بی اضطراب و سرشار از رویاهای شیرین فرو برید. قبل از اینکه اون پتوهای پشمی و سنگین شما رو کاملا در آغوش بگیرن، یه ایستگاه کوچیک و بی‌نهایت دنج دیگه هم در خونه‌های این نسل وجود داشت که مقدمه اصلی یک خواب عمیق بود. اجاق‌های خوراک‌پزی چدنی آشپزخونه. اون اجاق‌های سیاه رنگ و براق با دستگیره‌ها و تزیینات ظریف برنجیشون قلب تبند و مهربون هر خونه‌ای در شب‌های مه‌آلود بودن. تصور کنید در اواخر شب قدم به این آشپزخونه‌های دنج می‌ذارید. اجاق چدنی در گوشه‌ای از اتاق با یک ابهت آروم ایستاده. از لای دریچه کوچیک نور سرخ و لرزون زغال‌ها روی کفگوش چوبی آشپزخونه می‌افته و صدای ترک خوردن آروم چوب و زغال تنها موسیقی این فضای الکتریکی نشده. یک کتری سنگین ورشو یا چدنی روی شعله قرار داره. آب داخل کتری کم کم به جوش میاد و صدای زمزمه و قلقل ملایم و یک نواختش مثل یک فرکانس آرامش بخش تمام هیاهوی ذهن رو ساکت میکنه. حالا شما یه قوری سفالی کوچیک رو برمیدارید و چند برگ خشک و سوق و دوست و همینطور گل بابونه رو که از بازارچه شبونه خریدید درونش میندازین. آب داغ و با آرومی روی برگا سرازیر میکنید. در همین لحظه با برخورد آب جوش به گیاهان خشک یهو عطر گرم عمیق و به شدت آرامش بخشی در فضاهای نیمه تاریک آشپزخونه آزاد میشه. قوری رو میذارید روی لبه های ولرم اجاق چدنی تا با گرمای ملایمی که از بدن یه زخیم آهن منتشر میشه با آرومی دم بکشه. این چند دقیقه انتظار خودش یک توقفگاه امن برای روحه. تماشای حاله بخاری که از لوله کتری بالا میرو زیر نور ضعیفش هم محو میشه، پرکار و سنگین تر میکنه. وقتی دم میشه طلایی رنگ و توی فنجون سرامیکی سنگینتون میریزید و اولین جوره گرمشو مینوشید، حس میکنید این گرما مثل یک موج آروم از گلو تا اعماق وجودتون سرازیر میشه و تمام انقباض عضلات و خستگی روز رو ذوب میکنه. با این فنجون گرم در دست به سمت اتاق خواب حرکت میکنید، در حالی که عطر بابونه در فضا مونده و اجاق چدنی هم به آرومی رو به خاموشی و استراحت میره. قبل از اینکه سر به بالین بذارین، یه آینه کوچیک و به شدت آرامش بخش دیگه هم در اتاق‌های این از جریان داشته که جسمو برای استراحت کامل آماده میکرد. روال شستشوی شبانه با اولین صابون‌های معطر مدرن. کارگاه‌های ظریف این دوران با ترکیب روغن‌های طبیعی گیاهی و اسانس‌های خالصی که از دل طبیعت استخراج می‌شد، صابون‌های قالبی و تراش خورده را می‌ساختند که باز کردن کاغذ گاهی دورشون خودش لذت بویای ناب بود. تصور کنید در فضاهای نیمه تاریک اتاق کنار یه روشویی پایه‌دار سنگی ایستادید. یه پارچه بزرگ چینی با گل‌های سرخ برجسته پر از آب ولرم و خوش‌دما کنارتون قرار داره.
آب به آرومی درون تشت چینی میریزید. صدای شرشر ملایم آب فضای اتاق دنج‌تر میکنه. قالب صابون و عطر تند و کوهستانی و سوق و دوز یا بوی خنک نعنا و گل سرخ ازش بلند میشه در دستتون میگیرید. وقتی صابون با آب ولرم تماس پیدا میکنه، کف ابریشمی غلیظ و بسیار نرمی درست میشه که پوست خسته و غبار آلود شما رو از تمام تنش‌های روز کاری پاک میکنه. لمس این کف ملایم روی پوست صورت و دستا مثل یک ماساژ بی‌صدا و آرامش بخشه. تمام گرفتگی‌های ریز عضلات رو باز میکنه. عطر پاکیزگی و الیاف گیاهی در هوای مرطوب اتاق میپیچه و ذهن رو کاملا سبک میکنه. با یه حوله کتان ضخیم و بافته شده رطوبت صورتتون رو میگیرید. حس خنکی و تراوتی که روی پوست باقی میمونه جانی دوباره به روان شما میبخشه. این آینه شستشو مثل یه خط مرز پررنگ میونه هیاهوی بیرون و سکوت درون خانه بود. راهی برای تکوندن تمام سنگینی‌های تمدن صنعتی هستند. حالا با پوستی پاک، معطر به وثوق و دوز و ذهنی که تمام بارهاش رو روی زمین گذاشته به سمت تخت خواب دنج و اون پتوهای پشمی سنگین قدم برمی‌دارید. چراغ نفتی رو با آروم فوت می‌کنید. شعله زرد رنگ فرو می‌نشینه و شما در تاریکی مطلق، امن و خوشبو چشم رو روی هم می‌ذارید تا در عمیق‌ترین و شیرین‌ترین خواب شبانه غرق بشید. وقتی تنت با عطر صابون و سوق و دوست پاک و سبک شد، قبل از اینکه بتونی با خیال راحت چشمات روی هم بذاری، باید آخرین مرز امن بین خودت و دنیای بیرون رو محکم میکردی. قفل کردن در اصلی خونه. درهای اون زمان مثل تمدنشون از چوب‌های بروت ضخیم، سنگین و بسیار قرص ساخته میشد. درهایی که وقتی بسته میشدن انگار تمام بادها و دغدغه‌های دنیا رو پشت سر جا میذاشتی. حالا تصور کن با پای برهنه روی چوب‌های خنک کف اتاق قدم میزنی و به سمت ورودی خونه میری. توی تاریکی روشن راهروی کلید برنجی بزرگ سنگین و خنک توی دستات قرار داره. کلیدی که اصالت وزنش حس امنیت و به انگشتات منتقل میکنه. اونو وارد مغزی چدنی و بزرگ قفل میکنی. با چرخوندن دستت یه صدای بم قرص و ریتمیک تق در فضا میپیچه. این صدای نهایی آرامشه. نشونه اینکه حالا تو توی پناهگاه خودت هستی و هیچ چیزی از هیاهوی بیرون نمیتونه که این حریم امن رو به هم بزنه. کلیدو با آرومی در میاری و روی میز کوچیک کنار در میذاری. راه رو غرق در سکوت و فقط صدای تیک تاک دور دست یک ساعت دیواری شنیده میشه. این قفل شدن در مثل بستن دفتر تمام دویدن‌های امروزه. حالا با خیالی کاملا آسوده راه اتاق خوابتو پیش میگیری. پناهگاه تو آماده است. دنیا پشت درهای بسته به استراحت خودش ادامه میده و تو میتونی زیر سایه های این امنیت مطلق چشماتو سبک کنی و به خوابی عمیق و شیرین فرو بری. وسطای شب وقتی همه جا در سکوت مطلق فرو رفت و لرمه‌های پتو کاملا بدنتو در آغوش گرفته، ممکنه که برای یک لحظه کوتاه چشماتو باز کنی. اتاق توی تاریک ترین روشنی قشنگی شناوره و نور ماه از لای درز پرده ها یه خط نقره‌ای باریک روی زمین کشیده. توی همین حال و هوای نیمه خواب و بیدار حس می‌کنی که گلوت کمی خشک شده. با آرومی قلط میزنی و دستتو از زیر پتو میاری بیرون تا سراغ میز کوچیک کنار تختت بری. اونجا یه لیوان بلورین قدیمی و تراش خورده پر از آب خنک منتظرته. وقتی انگشتات خنکی شیشه ضخیم با اصالت لیوانو لمس میکنه، یه حس شادابی ملایم توی تنت میپیچه. لیوانو با آرومی بلند میکنی. صدای برخورد خیلی خفیف ته لیوان با سطح چوبی میز تنها صدایی که سکوت مخملی اتاقو باز میکنه. لیوانو نزدیک لبت میاری و یه جوره از این آب گوارا و خنک مینوشی. حس و عبور این خنکی زلال از گلوت مثل یه مرهم آرامش بخش تمام سلولهای بدنتو تازه میکنه و حس کرختگی خواب و دلپذیرتر میکنه. لیوانو دوباره به حوصله روی میز میذاری. دستتو برمیگردونی زیر سنگینی امن پتو و سرتو روی بالش پر نرمت و همینطور خوشبود جاگیر میکنی. این توقف کوتاه و دنج در دل شب فقط برای این بودش که طعم آرامش رو بیشتر حس کنی. حالا با ذهنی که هیچ دغدغه‌ای نداره و بدنی که کاملا سیراب و رها شده، پلکاتو دوباره روی هم میذاری تا خیلی راحت توی عمق یه خواب سنگین و بی‌رویا غرق بشی. توی کنج اتاق خواب درست کنار شومینه یا پنجره یه صندلی گهواره چوبی و قدیمی قرار داره که از چوب تیره درخت ماهون یا گردو ساخته شده. این صندلی با پشتی بلند و منبت‌کاری‌های ظریفش پناهگاه نهایی برای آروم کردن تپش افکار روزانه بود. تصور کن
قبل از اینکه بری روی تخت و خودتو بسپاری به دست خواب، برای چند دقیقه کوتاه روی این صندلی دنج می‌نشینی. یه بالشتک مخملی کوچیک پشت کمر جا خوش کرد و یه شال پشمی لطیف روی شونه‌هات میندازی. وقتی وزن تو به پشتی صندلی تکیه میدی، صندلی با یه حرکت بسیار ملایم و گهواره مانند به سمت عقب و جلو متمایل میشه. چوب صندلی با هر حرکت یه صدای خیلی خفیف و نرم و منظم شک شک از خودش در میاره. صدایی که اصلا مزاحم نیست، بلکه مثل ریتم لالایی قدیم به موجهای مغزت دستور آرامش میده. چشماتو میبندی و خودتو میسپاری به این رقص رفت و برگشتی و بی صدا. با هر بار جلو رفتن انگار یه تکه‌ای از مشغله های روز و جا میذاری و با هر بار عقب رفتن به سکوت عمیق شب نزدیکتر میشی. نور زرد شومینه یا چراغ نفتی روی بدنه براق چوبی صندلی بازی میکنه و سایه آرامش روی دیوار بالا و پایین میره. این حرکت منظم ضربان قلب تو شمرده تر میکنه و تمام انقباض‌های پاتو از بین میبره. بعد از چند دقیقه حس میکنه که چشماتون قد سنگین شدن که دیگه وقتش رسیده صندلی و از حرکت وابداری. با آرومی بلند میشی، شال رو روی دسته های صندلی میذاری و با یه بدن کاملا رها و آماده به سمت تخت خواب قدم برمیداری تا توی عمق یه خواب رویایی به شیرین غرق بشی. روی همون میز چوبی کنار تخت خواب، درست کنار اون لیوان آب خنک، یه ساعت رومیزی برنجی کوچیک و براق قرار داره. این ساعت با پایه های ظریف دندونه دار و شیشه های محبدش نماد نظم و آرامش این خونه است. برنج بدنه ساعت زیر نور ضعیف اتاق یه درخشش گرم و مات داره که تماشاش حس اصالت و خدمت رو به آدم میده. وقتی همه صداهای شهر فروکش میکنه و چراغ‌ها رو خاموش میکنی، صدای تیک تاک این ساعت برنجی توی سکوت مخملی اتاق جون میگیره. یه صدای شمرده، یک نواخت و مداوم. تیک تاک تیک تاک. این صدا اصلا شباهتی به هیاهوی تند عقربه‌های امروزی نداره. این یه ریتم سنگین، صبور و آرامش بخش از گذر زمانه. عقربه‌های ظریف و سیاه رنگش بدون هیچ عجله‌ای روی صفحه سفید سرامیکی حرکت میکنن و بهت یادآوری میکنن که دنیا داره در کمال امنیت و آرامش مسیرش رو طی میکنه. گوش سپردن به این لالایی مکانیکی در دل شب ذهن رو از تمام فکرهای پراکنده خالی میکنه. انگار این تیک تاک های منظم مثل یه باندول جادویی تک تک دغدغه‌هاتو میگیره و به جاش آرامش رو توی فضای اتاق پخش میکنه. تو سرتو روی بالش پر میذاری و اجازه میدی که این ریتم همیشگی ضربان قلب تو با خودش هماهنگ کنه. نیازی نیست نگران فردا باشی. ساعت بیدار و از زمان پاسداری میکنه. حالا میتونی با خیال راحت تمام بارهای ذهنی تو روی زمین بذاری، چشماتو سبک کنی و همراه با این ملودی صامت و وفادار به عمق یه خواب شیرین و بیکران سرازیر بشی. قبل از اینکه عقربه‌های اون ساعت برنجی نیمه شب رو اعلام کنن، خیلی وقت دلت میخواست چند دقیقه رو در دنیای واژه‌ها سپری کنی. روی صندلی دنجت جابجا میشی و از روی میز یه عینک مطالعه پنسی کوچیک و ظریف رو برمیداری. این عینک‌ها دسته‌ای ندارن، فقط یه گیره برنجی یا فنری نرم دارن که با رومی روی پل بینی جا خوش کرده. حس نشستن این قاب فلزی خنک و سبک روی بینی تمرکز عجیبی به همراه میاره و تمام دنیای بیرون رو از چشمت میندازه تا فقط تو بمونی و صفحات کتاب. حالا یک کتاب قدیمی با جلد چرمی قهوه‌ای یا که گوشه هاش کمی ساییده شده روی پات میذاری. وقتی کتاب رو باز میکنی، عطر اتمسفریک و بی‌نظیر کاغذهای قدیمی و کاهی توی فضا میپیچه. بویی شبیه به چوب خشک و وانیل کهنه که خودش کلی آرامش با خودش داره. انگشتانت زبری و ملایم صفحاتو همینطور داره لمس میکنه و با هر ورق زدن یه صدای نازک و خشخش ضعیف توی سکوت اتاق طنین انداز میشه. زیر نور زرد و لرزون شمع، حروف چاپی قدیمی با رنگ‌های مشکی مات روی کاغذ کرم رنگ خودنمایی میکنن. عینک کلمه‌ها رو برات واضح و درشت میکنه و تو خط به خط همراه داستان به سفرهای دوردست میری. ریتم جملات اونقدر شمرد و آرومه که کم کم سنگینی خوشایندی روی پلکات حس میکنی. دیگه چشمات ناخودآگاه دارن بسته میشن. کتابو با آرامش میبندی، عینکو از روی بینیت برمیداری و هر دو رو با حوصله روی میز چوبی کنار تخت میذاری. شمعو با یه فوت ملایم خاموش میکنی. دود باریک و معطری در تاریکی بالا میره و حالا تو آماده ای تا در آغوش این سکوت ناب به خوابی عمیق و پر از رویاهای اساطیری فرو بری. حالا کلمه‌ها کم کم دارن آروم میگیرن.
کوره های بلند صبحان دارن خنک میشن و صدای سوت قطارهای بخار توی دل مه شب محو میشه. چرخدنده ها ایستادن و به جاشون یه سکوت عمیق و آرامش بخش همه جا رو بغل کرده. امشب ما یک سفر طولانی و توی زمان پشت سر گذاشتیم. از روزگار دیدن کردیم که دنیای ما رو از نو ساخت. حالا وقت اینه که همه اون هیاهو و شلوغی ها رو پشت در اتاق جا بذاریم. ذهنتون رو رها کنید. بذارین سنگینی پلکاتون شما رو با خودش ببره. امشب خوابی آروم و بی دغدغه سهم شماست. شبتون خوش و تنتون سلامت.